از سال 68 تا الان 35 سال ایشون رهبر این کشور. اینجوری هم نبوده که تو امور دخالت نکنن یا فقط نظارت داشته باشن، دخالت هم کردن. یعنی سیاست‌های کلی نظام رو برنامه‌ریزی کردن، از اسم کوچه تا تعیین زمان حمله موشکی. یعنی رئیس جمهور نمیدونه، اما رئیس جمهور نصف شب تلفن میزنن میگن، ولی با ایشون هماهنگ که بودن سر ساعتش. فرمانده کل قوا هم هستن. توی موضوع اتمی، توی مصاحبه، تو سخنرانی، حتی آقای فریدون روحانی میگه که من اونجا بودم و از دفتر رهبری زنگ زدن که من نرم توی مصاحبه شرکت کنم. یعنی در حد اینکه در یک مصاحبه برنامه‌ریزی شده در اونجا هم دخالت بکنن دفتر ایشون. وقتی با 1000 تا بحران روبرو هستیم، جوابی که داده میشه که رؤسای جمهور که یکیشون جاسوس بوده، یکیشون انحرافی بوده، میگه که اینا حرف رهبری رو گوش ندادن که اینجوری نمیشد. ببین من کشور رو به این وضعیت رسیده، به این بحران رسیده، به ابر بحران هایی که داره مردم رو له میکنه رسیدیم و باید یکی بیاد بگه من مسئولیت این اتفاقات با من رهبری کشور. مردم، من عذرخواهی میکنم که نتیجه 35 سال زمامداری من با اختیارات تام و مطلق وضعیت فعلیه. اما به جای این کماکان به عنوان طلبکار از من میشینن و سخنرانی میکنن.